فقط استاده ماشاءالله نام خدا بص لك قصه این 95 کیلو اینا این 95 کیلو اینا 7 کیلو اینقدر سال بود که من تجارت میکنم یعنی حیوان میخرم سال گذشته توجه مردم با حیوان و با قربان به این رقم بود این سال به این رقمه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما نام سمیع الله است از حاجی رحمت الله چی هستم در اینجا منډی تجار هستم و ما میتوانم که 300 400 مال هر عید قربان ما سودا میکنم. مقایسه عید گذشته و این عید میتوانم بکنید توجه مردم با خریدن از عید کدو بود خوبش بود مال بسیار گرفته با عیدم بسیار مردم مال گرفته و گرفته رایستند. یعنی دور امریکایی و این دور میتوانند نه این دوره صحیح است که بسیار مردم قربانی میکنند. واجب ذبح کردن قربان میخواهد جابجا بکنی یعنی بجا بیاین. آیا یعنی مردم میتواند حیوان بخرید؟ حیوان بسیار داره نداره؟ گاو اینجا بسیار است که مردم میتواند که گاو بخره. خو غریب است مردم افغانستان از غریب است. خانه شما آباد که کمک کرده برای مردم غریب برای کمک ضرورت دارم. میتواند که گاو بخره پس گاو زیاد است مردم افغانستان قربانی میکند. گوسفند و گاو خریده میتونن. یعنی دست شما بسیار حیوان داره؟ ها داریم تقریبا یک 50 دانه در منډی است تا 100 دانه. یعنی مردم میخره؟ میخره بالکل میخره. میگن آیا شما فردا یا پس فردا این حیوانایی که دست شما یعنی میتوانی اینا کلا تمام بکنی یعنی بفروشین یا نه؟ ان شاء الله بفروخته میشه. Doce.